سلام دوستان. برای کنترل موجودی در اکسل سه تا برنامه خیلی ساده نوشتیم که اونها رو با هم بررسی میکنیم. در برنامه اول نام محصولات وارد شده، موجودی اولیه، تعداد خرید شده طی دوره و تعداد فروشی که طی دوره داشته اید، موجودی نهایی با یک جمع ساده که ورود و موجودی اولیه رو جمع میکنیم، منهای کالای فروش رفته. یه دابل کلیک میکنیم و فرمول را به ردیف‌های بعدی تعمیم میدیم. هر بار اطلاعات تغییر بکنه، موجودی نهایی را ما همیشه در ستون آخر داریم. یک پله بهتر برنامه رو میتونیم به این صورت بنویسیم که به ازای 31 روز ماه برای هر محصول یک خونه اختصاص میدیم و در هر روز درج میکنیم که اگر اون تعدادی از اون محصول رو خریداری کرده بودیم یه عدد مثبت وارد میکنیم و اگر از اون کالا فروخته بودیم خب منفی میزنیم که از تعداد موجودی اون کم بشه. اینطوری فقط کافیه شما یه تابستان بنویسید و اعداد وارد شده برای هر محصول را با هم جمع بکنید. عدد نهایی موجودی پایان دوره محصولاته و فرمول را به ردیف‌های بعدم تعمیم میدیم. در روش سوم ما میاییم یک جدول برای ثبت خرید و یک جدول برای ثبت فروش میذاریم و دیگه نیاز نیست اینجا اعداد منفی باشه، بلکه در هر دو جدول اعداد مثبته. موجودی را چجوری میگیریم؟ کافیه یه سان برای خرید بنویسیم، منهای یه سام دیگه که از اطلاعات را از جدول فروش بخونیم. به همین راحتی و این را به ردیف‌های بعد تعمیم میدیم. این برنامه به درخواست یکی از اعضای کانال ساخته شد. امیدوارم که مفید واقع بشه.